شاخص دلار آمریکا رو هفته گذشته گفتیم که در یک جای خیلی حساسی قیمت گیر افتاده که با این رنگ زرد نشونش دادیم. گفته بودیم که تا زمانی که از این بالا یا از این پایین قیمت خارج نشه داره رنج عمل میکنه، همون چیزی که الان هم شاهدش هستیم. هنوزم حرفمون همونه، هنوزم میگیم اگر قیمت بخواد ریزش کنه و ما سل بگیریم تا سطوح بعدی باید از این ناحیه عبور کنه. فعلا رنجه، فعلا دلار آمریکا داره برای خودش خیلی ریز بالا پایین میشه توی سطح مشخص و نمیشه روش معامله باز کرد مگر میان روزی. اما در صورتی که از این دو طرف شکسته بشه، چرا میتونیم تا این سطح، ابتدا تا این سطح و بعد از اون تا سطح بعدی که میشه اینجا میتونیم صعود داشته باشیم. شاخص دلار آمریکا رو هفته